سلام گاز، چطورین؟ من اومدم با یه ویدیوی جدید دیگه از چنل یوتیوب. آقا من داشتم تو همین فارم میچرخیدم که شاتگان جدید توی بازی که 24 شهریور اومدش توی بازی رو برداشتم و با یک نفر داشتم فایت میدادم. این شاتگان گادی ها، شاتگان بدک نیست، یعنی میتونه جای کارامو بیوایم بتونه بگیره، ولی خب باگ داره. این باگ رو فکر کنم سیزن بعد اگه اکتیویژن نیاره که خیلی بد اتفاقات بدی میفته. آقاش تیر میزنی، میخواد با موومنت این ریلود کنی، حالا نها کنی بیا. شاتگاه میره رو هوا، تیر تا اصلا پرت میشه اونور. نها کنید آقا، این باگه رو واقعا جدی دارم میگم، این باگه اگه درست نشه اکتیویژن خیلی براش بد میشه و اینا. خیلی خوب گاز، اینم از باگ جدید اکتیویژن. تا ویدئوی بعد، بدرود.